صحیح डेट पकिस्ता करंट अंडरस्कोर टाइम चार्जर हॉस्पिटल ना मांदा चार्जर कंप्यूटर خب مطلب از پیش ما که مانده نباشه ما دیر روز که آمدم اینجا نوقت آمدم از خانه اینجا چی بود چارجر از کسی مانده بود خب خیر خب گپا خود در سلکشن خلاص نیست و نه هم خلاص میشه مگر دیگر DSL که است که میخوایم که کاری فانکشن ها کار کنم صحیح است ale چیزا بازش مانده سبکیوری مانده با طور جانینگ مانده او یکم کامپلیکیت است میخوایم که بعد از فانکشن ها باش ما چکنم کار بکنم صحیح نمونکر از اون مثل که شما در هر جایی را تعریف کرده باشید که functions are used to perform special task class خاطر یک کار مشخص استفاده میشه صحیح است به طور مثال sum خاص به خاطر یک چیز استفاده میشه به طور مثال count بخاطر یک چیز استفاده میشه صحیح است دا فانکشن چی که میدی د چی لپاره استفاده کیږي یو سپیشل تاسک یو خاص وظیفه لپاره درست شوی صحیح ده بای بیلت ان فانکشن گفته میتونید چی گفته میتونید بیلت ان فانکشنز بعد شما میتونید در اوراکل برای خود هم فانکشن ها چی کنید اینجور بکنید خب در اوراکل که است we have two types of function شما میشه در کتابا یا در نت که سرچ میکنی اونجا مختلف چی میباشه صحیح است مگر شما باید فکر نکنید که چطور است ما خود دو قسم خوانده بودیم 4 قسم هستند 3 قسم هستند 5 قسم مختلف چیز است اون فانکشن ها یک فانکشن میباشه یک قسم اون نام ها مختلف کمپانی است یا مختلف انستیتوت یا پانتونا که است وقتی که کتاب نوشته میکنه از دل خود چی میکنه صحیح است یک نام برش میده که مثال که او فانکشن خوب میگه صحیح است این یک نام میده خب اینجا بیسیکلی که است we have two types functions number one که است با میگه single row function شما ایرا میفهمید اگر از پیش رسول پرسان کنم که single row function یعنی چی تابل ندیدی خوال دیدی ایست شاید خوال دیدی خوال دیدی کنه خب خیلی single row functions از نام هم معلوم میشه صحیح است those functions which we apply on single row or those functions which shows result per row از هر رو علیحده برای شما نتیجه میکشه صحیح است به طور مثال ما یک فانکشن جور میکنم یا اینجاست میخوایم که فانکشن دیو کاراکتر کد معلومه از هر رو علیحده نتیجه میده یا میخوای که یک فانکشن شما کار بکنی به طور مثال که شما خود جور میکنید دو جمع دو سوری سالری جمع کمیشن یعنی خب به هر رو توتال میده این طور نمیکنه که چی هست این صحیح است اندر کم تنور مثال دیوس پتا است که عملی کار ان شاء الله خب دمی باز تایپس می باشه دمی چی است تایپس می باشه نمبر 1 که به طور مثال نمبر است که به خاطر نمبر استفاده میشه نمبر 2 که است کاراکتر فانکشن است کاراکتر که به خاطر تکست استفاده میشه به طور مثال نمبر 3 که است جنرال فانکشن است که او هم به خاطر تکست و هم به خاطر نمبر هم به خاطر دیت از استفاده کرده میتونیم باز نمبر 4 که است او date slash time فانکشن می باشه که به خاطر دیت و تایم استفاده میشه نمبر دیگه نمبر 5 که است او کانورژن فانکشن است که دیتا تایپ کانورت میکنه از دیت با تکست به طور مثال یا از نمبر با تکست دیتا تایپ در آن تایم تبدیل میکنه خان نمبر شو کاراکتر شو جنرال شو دیت تایم کانورژن خلاص این اقسام از است امکان داره وقتی که شما باز میبینید در اینترنت یا از دیگه جایی که معلومات میگیرید امکان داره اونجا ما 5 قسم برای شما نشان دادیم امکان داره اونجا 7 قسم باشه 2 قسم باشه صحیح است او باز این فانکشن ها را چی میکنه
تقسیم میکنه. به طور مثال دیت علاوه میکنه، تایم علاوه میکنه. صحیح است؟ شما باید او فکر نکنید که چطور است، چطور امکان داره که به طور مثال دیگر، مثال در کانور رن فانکشن نمبر که کانورت میشه او علاوه میکنه و تکست کانورت میشه او علاوه میکنه. دیگه همین 5 اقسامش از خود همین کدام اضافه نیست. خب فانکشن टाइप नंबर 1 شما فهمیدین. नंबर 2 क्या है? वो होगा कि aggregate और मल्टीपल रो फंक्शंस. aggregate या मल्टीपल रो फंक्शन در یک وقت با یک मल्टीपल रो اپلای میشه. मल्टीपल रो معنی چی؟ چندین رو. به طور مثال سم کالم را سم میکنی، توتال کالم ای توتال به کلی اپلای شد. صحیح است؟ ای است که those functions which are used for multiple rows or those या हम हाँ फंक्शन which shows result of multiple rows. نجات روگان تصور خیلی. دیدی مثال ندی لکه sum و count و چی داره فانکشن. صحیح؟ خب این فانکشن اقسامش بود، تعریف شما را فهمیدی و دمی باز ما شما خود هم میتونیم یک فانکشن چی کنم جور کنم و که چی قسم میاد و باز انشالله اگر زندگی بود پیدا کار میخوایم. ما اولین چیز که است فانکشن که ما بر شما کار میکنم او چی می باشه که به خاطر کاراکتر می باشه. خاطر چی می باشه؟ خاطر کاراکتر. خب بسیار ساده و آسان فانکشن که شما نامش میزنید چی میگی؟ دیدی، خوردی، فرشکار کردی و بسیار مشهور است که به او میگه که لوور فانکشن. نامش میگی؟ کار کردی سرش؟ هیچ؟ ما فکر کردم که شما خوردن باشی، شما تا فرشکار نکردی. خواه یو خب اول خب ببینید این به خاطر کاراکتر استفاده میشه. فانکشن ها که برتون کار میکنه به خاطر تکست is used to convert all سیکو وقت سیکو علی ببینه. خب خب سوال لگانه شما از دیگر را برازی میبینی، شما از رای کالم برازی میبینی، از رای کالم برازی چه نکنی. خب سالاری صحیح است. به این شکل خوی کالم است. ای رو است نیست. ای رو دوم، روی سوم، روی چهارم، روی پنجم. ولی که رسم میکنی مساوی همین نتیجه از تمام روها با شما چی کنید. الفا میدید. صحیح؟ و چی که است دیگه سینگل رو بازی کسم است. بطور مثال نیم علی خالد واحد کریم سلیم مثل که ای گفته مساوی فایدم پر لین قوس از هر نام کاراکتر برای ما نشان بده. اینه برای هر رو علاقه نتیجه میده. یعنی یک رو است برای از یک نتیجه است. این سینگل رو فانکشن است. به خاطر سینگل رو کار میشه. یعنی این دیگه است، این دیگه است. و اوش پا میدید. خب صحیح؟ در اکسیس که شما سرچ میکنید دمو سرچینگ کیس سنسیتیو نیست. اگر در دیتابیس خود نمیشته باشه، کلان نمیشته باشه، وقتی که شما سرچ میکنید در کرایتریا هر چی قسم که بتیم تنها که اسپلینگش دروش باشه او بر شما چی میکنن؟ سرچ میکنن. مگر دلته چې دا دلته دغه شی نه کوي. که چیرته تا په ډیټابیس کې په غټو حرفونو لیکلی وي نو په کرایټریا کې باید په غټو حرفونو ورکړي. صحیح ده؟ اول خو دې ته وګورئ چې this function is used to convert all characters to string نه to lower case. صحیح ده؟ کله کله سوال راکوي چې بس دې دا اوس موږ داسې لیکلی به جواب ورکړو. بطور مثال خوب देखिए select a static from empty
این چی است؟ Smith. Spelling Smith چی است؟ U اینیم is equal to Smith. حالا سرچ نمیکنه. چرا سرچ نمیکنه؟ آفرین در دیتابیس کپیتال نیست. یعنی برای شما نشان میده که no row selected. صحیح است؟ all refuse chickens query result output statement هیچ نشان نداره. حالا این مطلب ایشی نیست که ریکارد نیست. ریکارد است مگر اینجا شما خرد بهر پی خرد نمیشته کنید. حالا شما اگر بهر پی بزرگ نمیشته کنید بعد از اون برای شما ریکارد اسمیت چی میکنه؟ سرچ میکنه. انتر کن. یعنی ریکارد اسمیت کشید که کی است و چی صحیح است؟ این اول شما ببینید که این فانکشن چی کسم اپلای میشه. select a name by default کلش نامها کپیتال است. صحیح است؟ کاما خو لور با لور تبدیل کو. چی با لور تبدیل کنم؟ این امی نامها با لور هم تبدیل کو. from این اوس اینا دو بار نام میشن. اینا این خو by default کلش وين سميت بلور تبديل كي هم بلور تبديل كي كلش بلور تبديل كي بدك خوشك نستن ايه بخاطر چی اگه ما فکر بکنیم خو هیچ به این فانکشن ضرورت نیست. صحیح است؟ اگر اینجا سرچ نکرد شما اینجا لور نوشته کنی با سرچ میکنه. اگر لور نبود با سرچ نکرد باز با کپیتال نوشتهش که ریکارد بر شما سرچ میکنه. مگر امکان داره ایکس هم یک نام باشه که بسیار گډوډ نوشته باشه. باز طور میکنی با طور مثال سعی خب این یعنی که کدام کار با میکنم این را یاد نمیگیری دی ام راست پسند بر شما می صرف میخوام یک مثال برای فانکشن بر شما کار کنم. implicit name is equal to سره کوم ته یو د ګوره یا بس پوس ګوره ها دا خو صرف سټیټمنټ دا خو موقتی کې ګان دیغه لپاره بیا ته اپډیټ نه کار اخلي. شنو به کار اخلي؟ یا اپډیټ نشي دایمي ثبت کې اپډیټ نه خلا کاوه ګوره دا چې کار دا اپډیټ one row updated. اوس ګوره select static from EMP اسمت چطور شما پیدا میکنه؟ در کرایتریا امکان نداره که کسان باشه مگر امکان لري. یعنی مشکل ده چې داره کم دوچه خو امکان لري دست نداره کپسلاک آن کیجی و کیجی داره کم داره. ولی کس نمیتونه که اوجا مثال قطار لین اشتار باشه و این میای پشت یک مثل دختر پشت یک کارکتر بگرده و رو پیدا کنه نکی اگر تیز تایپینگ کی